الان یه پروژه رو باز کردیم، تمام ترک‌ها دونه دونه چیده شدن و می‌خوایم میکسش بکنیم. با کدوم ساز می‌خوایم شروع بکنیم؟ یه سناریو رو براتون توضیح میدم که منجر به یک فاجعه میشه و خیلیامون این اشتباه رو یا انجام دادیم یا هنوز داریم انجام میدیم. این سناریو بهمون نشون میده که چرا مهمه که ما با چه سازی شروع بکنیم. اول ترجیحاً با درامزمون شروع می‌کنیم. یکمون رو میکس می‌کنیم، اسنر، های هت، تامز، پرکاشنمون رو میتونیم بذاریم برای بعد. سازامون رو با دقت بسیار زیاد میکس میکنیم، لوکات میدیم، EQ میکنیم، حتی افکس میدیم، ریورب و دیلی سند میکنیم. بیسمون رو یا بعد درامز یا بعد سازا اون هم با دقت بسیار زیاد میکس میکنیم و الان آهنگمون به بهترین نحوی که میتونسته میکس بشه میکس شده. حالا رسیدیم به وکالمون هم میایم با دقت لوکات میدیم، EQ میکنیم، کامپرس میکنیم، DS میکنیم، ریورب و دیلی میدیم و دقیقاً وکالمون اون جوری که باید روی اون آهنگی که میکس کردیم میکس شده، به بهترین نحو ممکن داره شنیده میشه. میریم تو ماشین گوش میکنیم، تو هدفون گوش میکنیم و هیچ مشکلی نداره، عالیه. شاید یه سری مثلا چیزا اذیتمون کرده، برمیگردیم تو میکس اونا رو درست میکنیم، ولی کلا میکسمون عالیه. پس چرا یه ساعت نشستی وقتمون رو گرفتی؟ اینجا وقتی میریم آهنگمون رو با آهنگ دیگران مقایسه میکنیم، ترجیحاً آهنگای درست حسابی خارجی، متوجه میشیم که وکالمون حجم و شفافیت و عظمتی که وکال آهنگ فلانی داره رو نداره. برمیگردیم تو میکس نگاه میکنیم، میبینیم هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، هر کاری بکنیم نمیشینه. اینجاست که اون فاجعه رخ میده. هی برو هی بیا، هی برو هی بیا و میکس به سرانجام نمیرسه. من سیامک جنجالی هستم و تو این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که چرا مهمه که با چه سازی میکسمون رو شروع بکنیم و این سناریویی که براتون توضیح دادم چرا اشتباه بود. وقتی که با کیک شروع میکنیم، اون سناریو رو انجام میدیم، درامزمون رو میکس میکنیم، سازامون رو میکس میکنیم و بعد به وکال که میرسیم، وکالمون اون هدروم و فضای کافی رو برای میکس نداره، به خاطر اینکه تمام هدروم و فضایی که بوده اختصاص داده شده به سازهای دیگه و ما الان اینجا مجبوریم وکالمون رو برای اون فضایی که باقی مونده میکس بکنیم. بعد ذوب بکنیم، روی اون بیت خوبم ذوب کردیم، ولی خب سازهای دیگه ترجیح داده شدن به وکال. چاره کار چیه؟ اینه که با مهمترین ساز شروع بکنیم. مهمترین ساز چیه؟ وکاله. تو موسیقی الکترونیک میتونه یه ساز خاص باشه، حتی میتونه بیس باشه. یه سری از EDM ها بیس مهمترین سازه و باید با اون شروع بکنیم. تو هیپ هاپ، پاپ، راک، وکال مهمترین سازه. سازیه که در اولویت برای ما قرار داره و ما میخوایم اون وکالمون، مخصوصا اون آرتیست، اون خواننده، براش خیلی مهمه که اون وکال حجم و عظمتی که باید داشته باشه رو داشته باشه. پس وقتی که با وکال شروع میکنیم، لوکات میدیم، EQ میدیم، کامپرس میکنیم، DS میکنیم، ریورب و دیلی سند میکنیم، لول میکنیم، بعد میتونیم سازا رو زیرش بچینیم. وقتی که سازا رو اینجوری زیرش میچینیم، مقایسه میکنیم با اون یکی میکس، سازا اصلا دارن یه کار دیگه‌ای برامون انجام میدن، یه صدای دیگه‌ای دارن میدن. بعد سازها اولین عنصری که از درامز استفاده میکنیم اسنره. بخاطر اینکه تو قانون هرمی، این قانون هرمی رو توی ویدیو دیگه براتون توضیح میدم. تو قانون هرمی کیک اگه پایین باشه، بیس اینجا باشه، سازا اینجا باشن، های هت این بالا باشن، وکال اسنر اینجوری این وسط قرار میگیرن. واسه همین خیلی مهمه که با اسنر شروع بکنیم. اسنر رو که میکس کردیم، بعد میتونیم مثلا های هت ها رو حتی بذاریم، تامزامون رو بذاریم، بعد بریم روی کیک. بعد کیکمون میتونیم بیسمون رو میکس بکنیم، حالا میتونیم پرکاشنمون رو میکس بکنیم. وقتی این کارو میکنیم، وکال رو ترجیح دادیم به سازهای دیگه، یعنی سازهای دیگه ذوب شدن تو وکال و این باعث میشه که اون وکال در ارجحیت قرار بگیره، عظمتش رو حفظ بکنه. بخاطر اینکه هدروم تو گین استیجینگ ترجیح داده شده به وکال و مخصوصا وقتی به مرحله مسترینگ میرسه، اون وکالی که تعیین میکنه کرو مستر چجوری باشه و معمولا تو این شرایط تغییری زیاد نمیکنه و این کلاس مستر ما رو میکنه کلاس A. میتونی اینجا حتی میکست سیو بکنی، بری بعد چند ساعت برگردی و وقتی که میخوای تصحیح بکنی، از کیک شروع بکنی، درامز شروع بکنی، کیک، اسنر، های هت، همون روالی که قبلا اشتباه بوده رو میتونی تو تصحیحت اجرا بکنی و وقتی که بعد به وکال میرسی 100% وکالت هم یه سری ادجاستمنت انجام میدی، ولی چون با وکال شروع کردی، وکالت تو ارجحیت هدروم بوده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین.